موجودات عجیب غریبی هستیم اگه ذهنمون رو بذاریم کنار. ما یه همچین موجودات قدرتمندی هستیم اگه از ترسمون عبور کنیم. ترس چی؟ ترس اینکه فلان خاله زنک در مورد کار من چی میخواد بگه. این ترسه. یه زمانی منو تو قارا با پلنگ و خرس میجنگیدیم. این ترسه. گور پدر مردم هرچی دلشون میخواد بگن. من کارم خوبه، بهتر میشه، الان اینه، بهتر میشه. چجوری بهتر میشه؟ اگه الان اینو ارائه بدم. پادکست های اول منو گوش کن، قابل شنیدن نیست. از رو میخوندم، مینوشتم خودم، کلمه شو مینوشتم، از رو میخوندم. انگار دارم اخبار میگم. ویدیوهای اول منو نگاه کن، قابل دیدن نیست. مامانم دیروز میگفت سردرد میگرفتم من تو اتاق، تو میرفتی 1000 بار تکرار میکردی. چرا؟ چون میخواستم یه تیکه بگم. پرفکشنیزم باید عالی باشه. الان میکروفون رو شروع میکنم، روشن میکنم، نمیدونم در مورد چی میخوام حرف بزنم. اپیزود بعدی پادکست میاد. خب اگه اون کارو نکرده بودم که این انجام نمیشد. مگه چجوری دیگه میشه اینو یاد گرفت؟ تو اگه کار بدای ناقص نصف کار رو انجام ندی که نمیتونی کار خوب انجام بدی. و هر کاری رو ادامه بدی موفق میشه. ساندویچ کتلت خوب وایسا کنار خیابون بفروش، به خدا میلیاردر میشی، به خدا موفق میشی، آدما خوششون میاد، دوستت دارن، میان 4 تا دوستشون رو میارن. یه کار خوبو مدام درست، خوب، منصفانه انجام بده و اینقدر ترک نکنیم کارو. ایده بعدی بهتر از این ایده نیست. ایده خوبه که خوب انجام بشه.